در ایام فاطمیه به مناسبت ذکر مناقب اون بزرگوار، به ذکر شهادت اون بزرگوار، مسائل اختلاف افکن مطرح نشه. امروز سیاست‌های مدهش و اهریمنی بین المللی در صدد این است جداً که بین شیعه و سنی اختلاف بیاندازد. امروز جنگ‌هایی در منطقه هست، هیچ کدام از این جنگ‌ها من به شما عرض می‌کنم جنگ اعتقادی نیست، جنگ‌های سیاسی و با انگیزه‌های گوناگون سیاسی و قومی و این هاست، ربطی به مذهب ندارد. لکن دشمن یعنی آمریکا، یعنی صهیونیسم، یعنی انگلیس سعی میکنند این دعواها رو، این اختلافها رو تبدیل کنند به اختلاف مذهبی، چون میدونید اختلاف مذهبی به این آسانی ها تمام شدنی نیست. ما نباید به این هدف کمک کنیم. ما امروز در کنار خود از برادران اهل سنت کسانی رو داریم که با ما، همراه ما، دارن در دفاع از حرم اهل بیت می جنگن و کشته میدن، شهید میدن. آمدن پیش من خانواده هایی از شهدای مدافع حرم، در بینشون چند خانواده سنی بودن. خب این برادر اهل سنت که برای دفاع از حرم حضرت زینب یا حرم امیرالمؤمنین یا حرم سید الشهدا جوان خودش رو گسیل میکنه به جبهه، بعد هم که میاد پیش ما به جای اظهار تأسف، به جای اظهار غم و اندوه یا گله و شکایت، ابراز افتخار میکنه که من پسرم در این راه شهید شده. این رو ما باید برنجونیم، اینا ما باید کاری کنیم که از ما دور بشه. اینا نکات مهم نیست، اینا نکات اساسی است. امروز جزو اولویت‌های اصلی جامعه روحانیت این است که نگذارند کاری رو که آمریکا داره با زحمت انجام میده، صهیونیست‌ها دارن با زحمت انجام میدن، ما به سهولت این کار رو برای اونها انجام بدیم. این رو توجه داشته باشید. در سیستان و بلوچستان علمای اهل سنت مردم رو تشویق کردن به انتخابات. این گروه های تکفیری اونها رو الان دارن تهدیدشون میکنن که شما چرا کمک کردید به انتخابات، چون اونا تشویق کردن. گروه های تکفیری فقط دشمن شیعه نیستن، دشمن نظام اسلامی هستند، دشمن هر کسی هستند که ما نظام اسلامی کمک کنه. اینا رو بهش توجه داریم. البته تاریخ، گفتن تاریخ، ما بارها این رو عرض کردیم، با رعایت موازین، با رعایت ادب، با رعایت جهات مهم مصلحتی اشکالی ندارد. لکن ایجاد اختلاف، ایجاد بغض، این از جمله چیزهایی است که امروز خیلی باید مورد توجه قرار بگیرد.